امروز در فرانسه بزرگترین کارشکنی و اعتراض بر ضد اصلاحات نظام نفقه برپا خواهد شد. اکثر پروازهای هواپیماها، حرکت قطارهای راه آهن و اتوبوس‌ها و همچنان متروی شهر پاریژ لغو شده است. در این کارشکنی و اعتراض که بر ضد تشکیل نظام یگانه نفقه راه اندازی شده است، کارمندان مکتب‌ها و شفاخانه‌ها نیز همراه می‌باشند. بر پایه نظام پیشنهادی حکومت زیر رهبری پرزیدنت فرانسه امانوئل مکرون، نمایندگان ده‌ها کسب و کارخانه‌های مخصوص امتیاز و امکان نفقه بر وقت را از دست خواهند داد. اتفاقهای کسبه اصرار می‌ورزند که در صورت قبول نظام نو، میلیون‌ها نفر مجبور می‌شوند که بعد سن نفقه یعنی 62 سالگی هم کار کنند و بر علاوه نفقه‌شان پایین‌تر شود. تنها در پاریژ برای تأمین امنیت 6000 افسر امنیتی سفربر شده است. در سال 1995 کارشکنی عمومی 3 هفته‌ینه حکومت را وادار کرد که از اصلاحات در نظام نفقه خودداری کنند.